در زمان صاحب استقلالی کشور در دایره همکاری‌های سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد برنامه‌های زیادی در قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان عملی گردیدند. این نوبت از جانب تشکیلات همکاری آلمان در بدخشان برای ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای ولایت تجهیزات ضروری دسترس کارمندان گردید. در اساس لایحه مذکور برای آزمایشگاه ریاست نامبرده اسباب و انجام حاضر زمان منظور گردانیده شد. تجهیزات برای معین نمودن صفت شیر، برای معین نمودن مقدار قند در محصولات قنادی، اسباب برای معین نمودن ماده‌های وزنین کیمیاوی در محصولات خوراکی و اینچنین تجهیزات برای معین نمودن صفت‌نوکی محصولات اسپریتی و عسل به متخصصان این نهاد سپرده شد. مسلم است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به بار وارد نمودن محصولات بی خطر و صفتشان بلند به جمهوری تاجیکستان و پیشگیری نمودن محصولات پس صفت و واردات آن به جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است و این مسئله اساساً وظیفه جانی ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای ولایت مختار کوهستانی و بدخشان و اجنسی استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. خوشحال هستیم که امروز از طرف شرکت غیر دولتی یعنی همکاری آلمان در تاجیکستان که GIZ نام میبرند، از طرف آنها در مبلغ بسیار کلان تقریبا زیاده از 15 نمود تجهیزات هایی که برای آزمایشگاه است، مثلا بعضی تجهیزات ها برای معین نمودن ترکیب اسپریت در مشروبات های اسپریتی و دیگر نمود محصولات ها از طرف این کارخانه برای ریاست استانداردیزاسیا امروز یعنی تقدیم کرده شدند. تشکر خود را برای همکاری آلمان در تاجیکستان از صمیم قلب رسانیم که چنین دستگیری کردند. با چنین تجهیزات معاصر من بعد کارمندان ریاست محصولات آذوقواری را از آزمایشگاه دقیق گذرانیده صفت محصولات خوراکی را معین خواهند نمود. چنین تجهیزات به مرکز تشخیص بی‌خطری آذوقواری در ولایت نیز دسترس گردید. خوشبختانه در دوره همکاری‌های کمیته بی‌خطری آذوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های بین‌الخلقی جایزی اسباب انجام زمانوی تشخیصی از آن جمله پیچ موفلی، میکروسکوپ‌های الکترونی، لومینسцентні میکروسکوپ، ترازوی الکترونی، نیترومتر و دیگر اسباب‌های زمانوی تشخیصی دسترس مرکز تشخیص بی‌خطری آذوقواری نیز گردانیده‌اند. من با رهبریت و تشکیلات و تمام کارمندان تشکیلات بین‌الخلقی جایزی دولت آلمان از نام متخصصان مرکز تشخیص بی‌خطری ولایت مختار کوهستانی بدخشان مینه‌داری خود را بیان می‌نمایم. آزمایشگاه مرکز نامبرده نیز با تجهیزات پورا مجهز گردانیده شده بهر بهبودی صفت فعالیت کارمندان شرایط کامل مهیا گردانده شد.